بریم به اولین روزهای بشریت، به اون دوران تاریک و مبهم تاریخ انسان. چرا حضرت آدم تو 100 سال اول زندگیش هیچ وقت نخندید؟ چی باعث شد که این پیامبر بزرگ اینقدر غمگین باشه؟ بین دو تا پسرش هابیل و قابیل چی گذشت که یکی اون یکی رو کشت؟ و چرا قابیل اینقدر بیرحمان برادر خودش هابیل رو به قتل رسوند؟ و اون حرف عبرت‌آموزی که حضرت آدم به قابیل گفت چی بود؟ و یک سوال دیگه که خیلی ها کنجکاون که بدوننش، عاقبت قابیل چی شد؟ مرگش که درس عبرتی برای همه شد. اون موقع ها تازه اولای زندگی بشر روی زمین بود. فقط حضرت آدم و حوا بودن و هیچ کس دیگه ای نبود. تاریخ بشریت انگار از صفر داشت نوشته می شد. حضرت حوا تو 20 نوبت 40 تا بچه به دنیا آورد و هر بار 2 قلو بودن، یک پسر و یک دختر. اولین 2 قلوها قابیل و اقلیما بودن، دومی ها هابیل و لبودا. خداوند جل جلاله به حضرت آدم وحی کرده بود که دختری که تو یه نوبت به دنیا میاد باید با پسری که تو نوبت دیگه به دنیا اومده ازدواج کنه. خداوند جل جلاله خودش حلال و حرام رو مشخص کرده بود و تو اون زمان این قانون رو گذاشته بود. اینجوری حس برادری و خواهری تو ازدواج پیش نمی اومد. انگار 2 تا غریبه بودن و هر کی با یکی از نوبت دیگه ازدواج میکرد، یعنی با دورترین آدم ممکنه اون زمان. اما این قانون به مذاق یکی خوش نیومد. قابیل پسر بزرگ حضرت آدم، اقلیما خواهر 2 قلوی قابیل از خواهر 2 قلوی هابیل قشنگتر بود. برای همین قابیل راضی نبود که با لبودا ازدواج کنه و میخواست که اقلیما رو بگیره. همینجوری کم کم بین 2 تا برادر دعوا شروع شد. هرچه زمان میگذشت قابیل عصبانی تر میشد چون نمیتونست به چیزی که میخواد برسه و حضرت آدم با یک دل پر از غصه این وسط گیر کرده بود. از یک طرف حکم خداوند جل جلاله بود و از یک طرف پسرش که زیر بار نمی رفت و دنبال خواسته های نفسانی خودش بود. هرچی به قابیل می گفت این کار درست نیست گوشش بده کار نبود، اما هابیل حکم خداوند جل جلاله رو قبول کرده بود و با تمام وجود تسلیم خداوند جل جلاله بود. بالاخره حضرت آدم تصمیم گرفت برای حل این مشکل به هابیل و قابیل بگه که هر کدوم یک قربونی برای خدا ببرن. گفت ببینیم قربونی کدومتون مورد قبول خداوند قرار میگیره. اون موقع نشونه قبول شدن قربونی این بود که آتیشی از آسمون بیاد و قربونی رو بسوزونه. قربونی که قبول نمیشد حیوانات درنده میخوردنش. هر 2 برادر هم قبول کردن. قابیل کشاورز بود و هابیل چوپون. قرار شد هر کی از چیزی که داره قربونی بده. قابیل رفت و مزرعه‌اش یک نگاه انداخت و با خودش فکر کرد چی رو میتونه برای خدا قربونی کنه. یکم گشت و یک دسته گندم خشک و بی ارزش جمع کرد. حتی یه خوشه گندم خوب هم پیدا کرد، ولی به جای اینکه قربونی کنه خودش خوردش. اما هابیل فقط یک چیز توی سرش بود: راضی کردن خدا. او فقط میخواست بنده خوب خدا باشه. هرچی داشت حاضر بود برای خدا بده. رفت توی گلش و بهترین گوسفندش یک قوچ چاق و چله با یکم شیر و روغن برداشت. تو دلش فقط آرزو داشت که خدا ازش راضی باشه. اون نمیدونست ولی اون قوچ قربونی که با عشق برای خدا برده بود خداوند تو بهشت نگهش داشت و بعداً برای قربونی حضرت ابراهیم علیه السلام فرستادش. حضرت آدم هر 2 پسرش رو صدا کرد و گفت قربونی هاشون رو بذارن بالای کوه. هر 2 قربونی هاشون رو گذاشتند و همه منتظر نتیجه بودن. یه دفعه آتیش از آسمون اومد و قربونی هابیل رو سوزوند، اما به قربونی قابیل اصلا دست نزد. یعنی قربونی هابیل قبول شده بود. قابیل از این قضیه حسابی قاطی کرد. عصبانیتش مثل آتیش زبانه میکشید و نمیتونست که تحمل کنه. چرا قربونی هابیل قبول شده بود و مال اون نه؟ حسادت توی وجودش ریشه کرده بود. دیگه حتی نمیتونست هابیل رو ببینه. از همون اول که بشر اومد روی زمین حقه‌های شیطون همون بود که هست: حسادت، کینه و عصبانیت. این حسادت و خشم بود که قابیل رو به سمت کاری کشوند که بعداً حسرتش رو بخوره. با خودش فکر کرد باید یک راهی پیدا کنه. یک لحظه مکث کرد و یک فکر شیطانی اومد.
تو سرش گفت باید هابیل رو بکشه. دیگه میخواست از شرش خلاص بشه. ولی کی و چطور؟ وقتی باباش حضرت آدم همیشه حواسش به هابیل بود، چطور میتونست همچین کاری کنه؟ تو همین گیرودار حضرت آدم تصمیم گرفت بره مکه. به قابیل گفت مواظب هابیل باش، یعنی برادرش رو سپرد به دست برادرش. این دقیقاً همون فرصتی بود که قابیل منتظرش بود. حضرت آدم رفت مکه. حالا قابیل فکر کرد هیچ مانعی جلوی راهش نیست. رفت جلوی هابیل واسطاد و با تمام عصبانیتش روش داد کشید. میکشمت چون خدا قربونی تو رو قبول کرد و مال منو نه. تازه تو میخوای با اقلیمای خوشگل من ازدواج کنی. هابیل خیلی آروم جواب داد خدا فقط قربونی آدمای پاک و درستکار رو قبول میکنه. من که گناهی نکردم. اگه بازم میخوای منو بکشی من اصلاً باهات نمیجنگم. و بعد از کنارش رفت. این حرفا قابیل رو دیوونه تر کرد. یکی جلوش وایساده بود که اصلا نمیترسید و عصبانی شد و افتاد دنبال هابیل. همه جا رو گشت تا پیداش کنه. تصمیمش رو گرفته بود. هر جا هابیل رو ببینه میکشتش. یه روز که هابیل تو کوه داشت گوسفنداش رو میچروند، قابیل پیداش کرد. قابیل یواش رفت نزدیکش. تو دلش فکرای بد میچرخید. میخواست از شرش خلاص بشه ولی دقیق نمیدونست چطور. آخه تا حالا هیچ کس رو نکشته بود. اصلا یه آدم چطور کشته میشه؟ یه روایت میگه تو اون لحظه شیطون بهش نشون داد. یه پرنده رو گرفت و با سنگ سرش رو له کرد. قابیل هم یه سنگ از زمین برداشت و رفت بالای سر هابیل که خواب بود. همون لحظه یک اتفاق وحشتناک تو تاریخ بشر افتاد. سنگ رو کوبید توی سر هابیل و زمین برای اولین بار با خون آدم رنگین شد. صدای این قتل تا آسمون ها رفت. هابیل دیگه مرده بود. خون از سرش راه افتاده بود و از این امتحان دنیا حالا داشت میرفت به عالم ابدی. و اما حالا چی؟ قابیل ایستاده بود و جنازه برادرش رو نگاه میکرد. یه لحظه فکر کرد. برای اینکه جنازه هابیل رو از دسترس حیوانات درنده حفظ کنه، گذاشتش توی یک کیسه و با خودش اینور و اونور بردش. بعد خدا یک کلاغ فرستاد که زمین رو کند و بهش یاد بده جنازه رو چطور دفن کنه. قابیل وقتی اینو دید با خودش گفت وای به حال من. این کلاغ از من هم زرنگ‌تره که بلد جنازه رو دفن کنه و من نمیدونستم. حسابی کفری شد. تو بعضی تفسیرها میگن که این پشیمونی برای کشتن هابیل نبود. بیشتر عصبانی بود که چرا خودش بلد نبود و از یک کلاغ یاد گرفت. فکر کرد که این همه وقت جنازه برادرم رو روی دوشم کشیدم که چی بشه. اولین قتل روی زمین اتفاق افتاده بود. یه پسر حضرت آدم یه پسر دیگش رو کشته بود. از دهنش این کلمات بیرون ریخت. شهرها و آدمای توش عوض شدن. زمین پر از گرد و خاک شد و همه چیز بیرنگ و رو. دیگه هیچ چیز مزه نمیده. خنده ها از روی صورتها غیبشون زد. یه روایت میگه حضرت آدم بعد از این ماجرا 100 سال اصلا نخندید. هم غصه دار بود و هم از دست قابیل عصبانی بود. چطور تونسته بود این کار رو بکنه؟ چطور به برادرش رحم نکرده و اولین خون رو روی زمین ریخته؟ رو به قابیل کرد و گفت برو. از این به بعد هیچ وقت از ترس راحت نمیشی و هیچ وقت پیش هیچ کس امنیت نداری. قابیل هم دست اقلیما خواهر دخلوش رو گرفت و از کوه نوز اومد پایین و رفت سمت یمن و اونجا نسلش زیاد شد. دعای حضرت آدم انقدر قوی بود که هیچ کس از نسل قابیل نبود که قابیل رو ببینه و سنگش نکنه. تو این گیرودار قابیل یه پسر کور به دنیا آورد. یه روز این پسر کور با پسر خودش یعنی نوه قابیل اومد پیش قابیل. نوه قابیل به باباش گفت این بابا بزرگته. همین که پسر کور اینو شنید یک سنگ برداشت و پرت کرد سمت پدرش. همون سنگ خورد به قابیل و کشته شد. قابیل همون بلایی که سر برادرش هابیل آورده بود از پسر خودش دید. هیچ سودی از کارهاش نبرد و فقط حسادت و خشمش براش موند و با همون حال بد از دنیا رفت. حالا یه لحظه فکر کن. این عمر که نمیدونیم کی تموم میشه ارزشش رو داره با حسادت، کینه، نفرت و عصبانیت بگذرونیمش؟ این احساسات فقط به خودمون و آدمای دورمون ضرر میزنه. ما معمولاً میفهمیم کجای کارمون اشتباهه، ولی توبه کردن و خودمون رو درست کردن رو هی عقب میندازیم. مولانا تو مثنوی یک داستان قشنگ داره. یه بنده خدایی کنار جاده خار کاشته بود. اولش این خارا به نظر بی ضرر می اومدن.
ولی کم کم شروع کردن به اذیت کردن رهگذرا. مردم شاکی شدن ولی یارو انگار نه انگار. بعد یک آدم خوب و با ایمان اومد بهش گفت که این خارها رو بکن. یارو گفت حالا وقت زیاده بابا جان، امروز نشد فردا، بالاخره یه روز این خارها رو میکنم. اون مرد خدا بهش گفت هی میگی فردا فردا، ولی نمیدونی که هر روز این خارا بزرگتر و قویتر میشن، اما تو داری ضعیفتر میشی. خارا هی جوانتر میشن و تو هی پیرتر. و اما حالا تو کی میخوای توبه کنی؟